سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در ویدیوی امروز ما راگ یمن را معرفی میگیریم. راگ یمن از تات کلیان جور شده و تمام سرایش سرای شد است بغیر از سر ما که سر ما از این تیور مدهی راگ استفاده شده و اگر هر دوی ما استفاده شده یعنی ام شد و ام تیور ما، در اون صورت راگ به نام یمن کلیان یاد میشه. اگر تنها سر تیور ما استفاده شده به نام راگ یمن یاد میشه، اما اگر هر دوی ما یعنی هم تیور و هم شد هر دو نوت ما استفاده شده، در اون صورت راگ به نام راگ یمن کلیان یاد میشه. سر وادی عزیز، سر گس. دوستای عزیز، اگر شما در مورد سر وادی و یعنی در مورد هر نقطه که من اینجا معرفی میکنم اگر او اسما را شما بلد نیستین، خواهش میکنم که این ویدیوی بالا را حتما ببینین که راگ در او معرفی شد تا که بفهمین که ما کلماتی که استفاده میکنم بفهمین که چی معنا داره. خب سر وادی از این سر گس و سر سموادی از این سر نیمه باشه. جاتی از این سمپورن است. سمپورن یعنی ای که در آروی از یام 7 تا نوت است و در افروی از یام 7 تا نوت است و در اوقاتی که استفاده میشه ای به از طرف شروع شب یعنی از 6 تا 9 شب تعیین شده، اما این معنا نمیده که ما دیگه ایره در دیگه وقت روز باید دست نخوریم. در هر وقت روز راگ ها خواد نمیشن، اما تشکیل شده که در زمانی که تعیین شده او در اون زمان تاثیر زیادتر بالای شنونده داره. دوستای عزیز، ما آل آرو و افروی راگ یک جای میخوانیم. ما از کرچ سیرش میخوانیم و راگ یمن از سه شروع نمیشه در آروش، یعنی ما از نی شروع میکنیم. راگ یمن از نی شروع میشه در آرو. نی ره خب حالا ما پکرش میریم. پکر راگ یمن. دوستای عزیز، راگ یمن اصلا از امی نی ریگه شناخته میشه و پکرشون به اون شروع میشه، یعنی نی ریگه هویت میده برای راگ یمن. نی 「に ری が ま だ に さ さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ に だ ま だ に さ
یک بار دیگه خیلی دوستای عزیز، همونطوری که ما میفهمیم چلن یک راگ برای ما بسیار زیاد واضح میسازه و معرفی میکنه، یعنی که حرکت نوت ها را، کامبینیشن نوت ها را و طرز خواندن نوت ها را برای ما نشان میده که ما باید چی رقم امون راگ بخوانیم. مثلا در راگ یمن کامبینیشن نوت نی ری گا، نی ری گا، نی ری گا، اینمی کامبینیشن هویت راگ است، یعنی برای ما نشان میده که اینمی راگ یمن است یا امی آهنگ در راگ یمن خوانده شده و این بسیار ضرور است که ما باید از بفهمیم. یک مشخصه دیگه‌ش است که از پشت پا به ری، یعنی پا به ری وصل میشه، از پشت پا ری میاد و بسیار شکل مقبول این پا به ری وصل میشه که این دو مشخصه را ما باید بسیار زیاد متوجه باشیم. میریم یک جای چلن راگ یمن میخوانیم. اسکیل ما امیز سی است، ما از اینجا میخوانیم. دوستای عزیز، سه راگ که بسیار بیسیک هستن، راگ بوپالی که مورد هفته‌های گذشته دیدیم و راگ یمن و همچنان که راگ بهتر که در آینده های نزدیک ما در مورد زوم در خدمت شما ویدیو تهیه میکنم. این سه راگ های هستن که برای شروع کار برای آدم بسیار کمک میکنن تا که امو استعداد موسیقی آدم بتونه که رشد بکنه و چیزهایی که آدم یاد میگیره میتونه که در این سه راگ او رو تمرین بکنه. و ما در ویدیوی هفته آینده آهنگ هایی که در راگ یمن و در راگ کلیان یمن کلیان در این دو راگ تهیه شده، ما اینا را ویدیو در مورد ازمی می باشه. در مورد آهنگایی که در می راگ جور شده ما سرزمی یک ویدیو می داشته باشیم و سرش تمرین می کنیم و می بینیم و تجربه می کنیم.
و شما اگر در قسمت هر سوالی که باشه شما اگر سوال داشته باشین در قسمت کامنت ها سوالای خودم مطرح کنین دوستای عزیز. ما بسیار زیاد خوشحال میشیم که بتونم با سوالای شما جواب بگویم. و اگر شما از این نوع ویدیوها خوشتون میاد و تا حال کانال سابسکرایب نکردین لطفاً کانال سابسکرایب کنین و این ویدیوها را شیر کنین با دیگه دوستای تا که ما بتونم بهتر و خوبتر و زیادتر در خدمت شما قرار بگیرم. و دو ویدیویی که ما در آخر ویدیو میگذارم دوستای عزیز، این کوشش کنین که ببینین، چرا که این دو ویدیو حتما ارتباط بسیار خوب داره به امی ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که وقتی که امروز ما بودین یک مفید استفاده شده باشه و ما تانسته باشیم که برای یکی دیگه خود مفید واقع شویم. از شما دوستای عزیز بسیار تشکری میکنم که شما مرا تا آخر ویدیو همراه بودین و سپورت کردین. از کامنت های بسیار زیبای شما دوستای عزیز بسیار تشکری میکنم. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز. تا ویدیوی هفته آینده شما دوستا و عزیزا را به خدا میسپارم. خداحافظ. بای بای.